ممکنه که از این گپای مرا شما باور نکنید، نه که تمام چیزایی که شما با کلاویاتورای تلفنتون می‌نویسید راست به طور اتوماتیک به سرورهای گوگل میروند. هر چیزی که شما می‌نویسید برای سازندگان برنامه برای چی در کار؟ برای آنکه ببینن که چه پروگرامشون استفاده می‌برن، یعنی که برای جمع‌آوری کردن استاتستیکا. در نوبت خود ما را نمی‌فره که چیزایی که ما می‌نویسیم دیگه رو ببینن، همین خیلی کانکشن نمی‌فره. برای همین حاضر در همین ویدیو من نشون میدم که چقدر در مدت 10 ثانیه همین فونکسیای کلاویاتورای گوگل خاموش می‌کنیم. میگم برادر عزیز می‌دونیم настройки. در настройки поиск می‌کنیم язык поиск می‌کنیم язык ввода می‌بره. بعد دوامش управление клавиатура میده می‌درویم. در بالای گیبورد یک مرتبه زیر می‌کنیم پایان می‌فرستیم confidential است هم می‌درویم. شما همین отправлять статистику در گوندگی همین خاموش می‌کنید خلاص. بعد از اون که همین فونکسیای کلاویاتورا رو خاموش کردین، اگر در ما ابنا شدگی باشین می‌دونین در سابشن ما یک کلمه درس روان می‌کنین خلاص. چت بот به طور اتوماتیک به شما سراغ سایت میاد که در وای سایت ما 5 مصلحت اویدی ساختن ویدیو خوبه برای شما نوشته